با مقصد حفظ طبیعت زیست و حیوانات نادر وادی یغناب این منطقه پارک ملی اعلام شد. بخشیده به گشوده‌شوی پارک ملی در نزد فیلیال مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 39 عینی در وادی یغناب چاره‌بینی برگزار کردید. وادی یغناب و باغ ملی تأسیس داده شود. این یکی از فرمایش های خوب است، فرمایش های است که یعنی درباره آبادی یغناب است، درباره آبادی و حفظ طبیعت یغناب است. وادی یغناب در ناحیه عینی ولایت سوغد جایگیر بوده. ساکنان این منطقه با زبان قدیمی سوغدی یغنابی حرف میزنند. واد شناسوان با دوایش دمناسان و خواهش که بعضی توریستی تشکیل کنیم که آدمایی که خواهش عادی کنند و تاجیکستان آدم و یغناب دمناسان. ساکنان از اعلان گردیدن پارک ملی شاد گشته امید بر آن دارند وادی یغناب که همچون چراگاه استفاده میشد بعد از این به منطقه سیاحی تبدیل می‌یابد.